سلام 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 عزیزای دلم. یه سری تعریف کنم بخندین، یعنی فقط بخندین ها. از اون چیزاییه که قراره که بشه نمیشه و قراره که نشه میشه و از این مدلای اینجوری. حالا من دقیقا نمیفهمم، نمیدونم دقیقا کدومشه، ولی دقیقا همونه. من یه آمپولی رو هر 6 ماه 2 تاشو تزریق میکنم. بعد بهمن ماه قرار بود تزریق کنم، مرداد قبلیشو تزریق کرده بودم، باید بهمن تزریق کنم که بهمن به شدت سرما خورده بودم. موقع تزریقش هیچ گونه عفونتی نباید داشته باشه، هیچ گونه. بعد این موند من وقت که بخوام بگیرم و اینا دیگه خیلی شلوغ بود و وقت نداشتن. افتاد به 23 اسفند وقت تزریقم، یعنی امروز. پدرم که رفت دارو رو بگیره گفتن که وقت این تاریخ نسختون گذشته. همین شوک مونده بودم. داروهای ما هیچ وقت قبلا تاریخ نداشت، نسخه هاش هیچ وقت نداشت، مثلا معلوم نبود ما کی میتونیم اینو تزریقش بکنیم و اینا. خلاصه دوباره آقای دنبال دکتر. آقای دکتر ما یه سیستمی داشتن، 3 نفر داشتن که هر کدومشون کاری رو انجام میدادن، یه وظایفی داشتن. برای هر کاری ما میتونستیم با اونا واتساپ تماس بگیریم و بگیم آقا مثلا این همچین کاری ده. ولی الان روی یه سایتی دارن کار میکنن که این سایت خیلی چیز عجیب غریب و پیچیده ای از آب در اومد و اینا. خلاصه من 2 بار یه شب که هر چی تلاش کردم که اصلا کانکت نمیشد، ولی بالاخره که تونستم کانکت بشم و اینا، زد که دکتر با شما تماس میگیره. و من هیچ فرستادم دیدم نه خیر آقای دکتر تماس نمیگیره. زنگ زدم به پشتیبانی گفتش که ما اصلا یه همچین چیزی نداریم، این اروره و خلاصه برید ببینید چه اتفاقی افتاده. منم فرداش دوباره این کار رو انجام دادم. بعد خیلی عجیب بود برای من، گفت ما اصلا یه همچین اروری هم نداریم، یعنی اصلا یه همچین چیزی نوشته نشده، ولی خب برای من اومده بود. خلاصه فرداش دوباره تلاش کردم و فکر میکردم، یعنی به نظر میومد که ثبت شده و بله همونطور هم بود. بعد آقای دکتر شب با من تماس نگرفتن، روی همون سایت 3-4 تا پیغام در حد اینکه حالا مشخصات و چه میدونم آزمایش و اینا رو دادی و از این مدلای اینجوری، یعنی که همه جواب دادم. و پریروز و آقای دکتر خب سرشون خیلی شلوغ بود. امروز صبح برای من نسخه رو نوشتن. در نتیجه دیروز وقتی به زنگ زدن که خانم میایید برای تزریق، من گفتم من دارو ندارم و متاسفانه کنسله. 3 اردیبهشت. خیلی ممنون، مرسی. تولد که از دوستامه. بعد چیز کردیم، گفتش که این ببخشید پدرم الان رفته دنبال دارو، یعنی امروز رفته دنبال دارو چون ساعت 4 صبح امروز دیدم نسخه شون، یعنی SMSش اومد و پدر من هنوز اینو نگرفته بود. یعنی یه چند دقیقه پیش به من زنگ زد و گفتش که ببین من همه این کارا رو انجام دادم ولی اومدم داروخونه میگه که سهمیه امروزمون تموم شده. و من همچین مونده بودم هار میخندیدم دیگه، اصلا مونده بودم که واقعا دیگه چیز دیگه ای نمونده. بعد یهو از طرف همین شرکت زنگ زدن که حال منو بپرسن. هوی ببین، یعنی دیگه من قاه تو پای تلفن به خودم برای این خانم میخندیدم. گفتم سرکار خانم دارید به حال منو میپرسید، این مدلی شده الان من چی کار باید بکنم؟ من 8 ماه فاصله میفته بین 2 تا تزریقم. بعد ایشون میگفتن که بسیار خب حتما اینو با دکترتون در میون بذارید، اگه طوری شد با ما در تماس باشید. الان طوری شده، همین الان یه طوری شده. ولی خیلی بامزه است، خیلی شاهکاره. اینقدر خندیدم که حد و حساب نداشته.